اما اینکه امام صادق خودشون فرمودن محبت ما اهل بیت طبقه داره، درجه داره. یه دستن ما رو دوست دارن، لسانی هست، حرف از امام میزنه ولی در عمل صفره. یه عده هستن امام صادق فرمودن اینها تو دل ما رو دوست دارن، عاشق ما هن، اما جرأت نمیکنه حرفشو بزنه. یا آقا زیارت عاشورا نخون، بین ما اختلاف میفته چون توش لند داره. زیارت عاشورا تو میدانی زیارت عاشورا از کجا اومده؟ انقدر سوادش رو داری بفهمی که زیارت عاشورایی که قبل از اینکه عاشورایی به وجود بیاد زیارت عاشورا بوده. آیا ما شیعیان بزرگترین ضربه ای رو که خوردیم از خودی خوردیم؟ خودی به ما زده. چون نمیخوایم اینا رو بگیم؟ جوونت رو تکمیل کن، عقیده